کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان 18 اپریل سال 2023 با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی کشور خبر داد که در شبانه روز نزدیک در قلمرو شهر و ناحیه‌های جنوب و مرکزی تاجیکستان از جمله در ناحیه نوسر خسرو، قبادیان، شهر توز، جیهون، دوستی، پنج، رومی، وخش، دنغره، واسه و شهرهای بختر و کولوب ولایت ختلان و ناحیه یاوون و شهر نورک، حصار و در ترسونزاده و دوشنبه، همچنین در قسمت جنوبی ولایت سوخت، استرفشن، سپیتامین، مشچو، جبو رسولوف، خوجند، کون بودم، اسفره، پنجکند به دلیل عامل‌های متئورولوژی یعنی چند باد که توسط منطقه‌های جنوب و غرب، جنوب و جنوب شمال جمهوری وارد شدند، به چنگ و غبار آلوده شدن هوا پیش بینی کرده می شود. هواشناسان می گویند خاک بارش در تاجیکستان از 19 اپریل کمش تا 22 اپریل دوام می کند. در این رابطه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از ساکنان خواسته است در این روزها به نفران گرفتار بیماری‌های دل و رگ‌ها، دیابت قند و فشار خون توجه بیشتر نشان دهند. رانندگان و دوزداران سیاحی و گردشگران نیز باید در این روزها سرعت حرکت در راه‌ها و قاعده‌های بی‌خطری حرکت را قطعاً رعایت کنند. رعایت فاصله بین ماشین‌ها خیلی مهم است چون احتمال ریزش سنگ از کوه‌ها نیز زیاد است.